یک تا دو کم مونه دکن ماه رمضان آمین پروردگار یکم شکل رمضان هم پروردگار چه که نیت مقصدتان باشد پروردگار مناسب بیند اینجا امانی تنی ساعت خاطری کم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله نبي بعده. اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران کرام، امروزنگی سید الایام حج المساکین بدگی ماه رمضان 1442 هجری آخرین جمعهش بدگیم روزهای مبارک دهی عتق من النار، یعنی از پروردگار خدا ما از عذاب دوزخ آزاد میکردگی دهنده شدیم. باید این روزهای غنیمت دانسته، این روزهای قدرش برسیده. مومن آدم خود از یک نعمت کلان جدا شده با این از برآمدن ماه رمضان مثل همین محسوب می شود. گاها عقل ما ناقصش می، زبان ما به اعتبار ما می، یک دیگه به سبب های نمیشدگی رمضان خیرات 4 روز دیگه موند، خیرات 5 روز دیگه موند، گفته برآمدن ماه رمضان به خرسان شدن، این اصلش ضعیف ایمان سا میشد. طوری مشقت کش سایم، مشقتی فقط همون نفس ما کمک مشقت کش سا خلاص. اصلش این روزهای قدرش آدمی ایمان با حلاوتش میفهمد. سوخنده همین رمضان ده اعتکاف میشتگی یک تا آدم های خلاص تو هم سال خدا عمرشون دراز کنن. حال یک بیمار شده مسجد بنا آماسیانو یک کهن سال بدن یک یولنگی مسجد انده هر سال اعتکاف میشتن. یعنی اعتکاف سنت پیغمبر خدا بوده. معنی اعتکاف یک روز عمرش همون مسجد انده برای عبادت گذراندن، خداش مسجد ببستن سن میشد. پیغمبر خدا رمضان انده تا 10 روز مسجد نبرومن، مسجد انده زندگی میکردند، عبادت دامگرام در مسجد انده میتن. خلاص همون 10 روزه آخر انده پیغمبر خدا در مسجد زندگی میکردن. این چیز سنت شده موند. اصلش مومن آدم عمرش چند یک بار باشدم اعتکاف کردنش سنت سم میشد، سنت مؤکده ها سم میشد. همین خیلی سنت های خاص به ما باید به اعتبار شیم. پیغمبر خدا ماه رمضان انده شب خانه می رفتن. دهه آخر این هم روزه که دهه باشه دیگری اهلشان هم بیدار میکردن که روزها غنیمت بر اساس خامیری تام میفتن. همون شبهای آخرین انده هم خیلی یک منزلت میشد است که همون منزلت انده دعا قدرش بلند میشد است. مابین بنده پروردگار انده پرده نمیموندگی حال پیدا میشد است. همون حال یافتن برای همون شب قدر مبارک یافتن. پیغمبر خدا و چندی که آن کسا پروردگار معتصم، یعنی از خطا شما آزادید، شما خطا نکردید، نه پروردگار کفیل است گفتگی زاد هم همون شب یافتن حرکت میکردن. ما باید عمر ما اکثرش بلکه همش با چیزهای با عملهای بیهوده صرف کرده. یه حالا موندم همون شب نکافتن ما، همون شب نجستن ما، این مویا گناه مویا مغفرت شدنش به
عاشق نبودگم و گاه دل میشد است. این چیز با مؤمن آدم باید به اعتبار شود. مؤمن آدم اصلش خوفش میشده. مؤمن آدم از سه چیزها مؤمن خوف کردنش در کار. برای ماشنمه نزنوندن خوف کرده میستیم که یک آدم به اعتبار نشود. گفته غیر از خدا ما قفامونگی پیشمونگی از اون طرف ماستگی این انسان ماشنش ما به اعتبار میشیم. همون خوف ما هایی همون یا من یا دیگه انسان قاعده ویران کرده مونده من با ضرر نرساند. گفته همین خیل کم دنیا ما حمایت میکنم. یا که راه روی موندم یگان اعظم با جور نشود. گفته چخوریه بلنده پستیه حتی اینکه گرم خنکم با احتیاط کرده اعظم احتیاط میکنم. مثل همین ما این دیده بلندتر کدام چیزهای احتیاط کرده ما در کار. از الله خوف میکردیم که ما یا ایمان ما یا وقتی غفلت نگیده نموندن با غفلت شده مونده همون به اعتبار مکتی ایمان ما از برآمده برفتن همین خیل به احتیاط میشدیم که خود هولنگی یک متا ما یا دیگه انسان ضرر نرساند. گفتگی مقصدنگی احتیاط از هوای یک چند برابر زیاده شد ما ایمان ما استفاده بردیم. این چه خیلی میشد ایمانش انسان احتیاط کردنش. ایمانش ویران میکردگی ایمانش عوض هوای به ویران میشدگی عملهای و انسان دانسته و احتیاط هوای کردنش در کار. من به هم طرف کوچه روم مگری اپیش اومدگی آدم اپیش من نمیاد به اول کوچه میبرود. گفته احتیاط کرده برای که آدم من کدام سخن گو مگری همون سخن گفتگیم من ایمانم برباد نمیکنه. گفته همه چیز علمش دانستنش در کار است. همه چیز با ما گوه به اعتبارم کدام چیز ایمان ما میبراند به اعتبارم بگجنده نمیشه که جنده ها نه میشد نمیشد. همین خیلی مصلحت های یک انسان با درباره دین درباره اسلام مصلحت داده وقت مونده همین چیز از پلسه طرف چپ گرشته ایمان ما اوله میکردگی حال نباشد میگفته اوی نمیکرده زمان ما غلطه موندم میشد نمیشد شود در کار. انا خیلی گپ ها ما یا از پروردگار ایمان ما یا حالت غفلت اند گرفته موندگیش به انچه نزدیک میشد. برای همین این چیز به مؤمن آدم خود متاش نگاه داشتگی با این چیز به بسیار تر به اعتبار شنش کار. و دیمش بازم ما در خوف میشیم عملهای کردگی ما یا پروردگار با یک سخن کتی از کشته پا افتن در خوف میشیم. یا که سیمش خطای کردگی ما یا پروردگار همون دفتر انده از ماناندنش خوف میکنیم. کدام وقت دفتر مانده خطای کردگی میموند یعنی کدام گناه ما عوض توبه استغفار با پشته نمیشد. همین خیلی چیزهای مؤمن آدم حس کردن ما در کار. دو تا اشارهش بوده است. همون خطای پشته نشدنش با یکمش همون خطای سبک شمارده کردن
یعنی این خطای همه کساسو ها از پروردگار استغفار گفتم میگرم دیا حضور همینجا همین کمک حضور بردن گرم میدونم همین خطا بانشه پروردگار بخشنده یو من از پروردگار پرستم میگرم گفتگی مقصد انده دانسته خطا کردن و دویمش پروردگار نگه دارد و همون خطا نگفته همون خطا میگفته پس زده همون کار کردن اصلش خود یک آدم کشتن چه خیلی گناه باشد یک حرام کردگی همون خنزیر خودن چه خیلی گناه باشد یک آدم کشتن چه خیلی گناه باشد قطور هماهانده موندگی گناه گفتگی شما شدگی چیزهای هم گناه بدگیش حس کردگی آدم یک آدم به آزار دادن پیش همین آدم این آدم در امنیت پروردگار مالش جانش خونش امنیت پروردگار انده این به من هجوم کنم خود حالنگی با این یک انسان کشتگی با این یا که یک خمر خودگی با این یا که یک پروردگار باش شرک آوردگی با این من گناهکار میشم گفتگی آدم همون عملی خطا نمی رفته است یعنی و خطای سبک نمی شمارده است عدس یک برادر ما بنوگو میخکتند که جمانده خیم برآوردنم خون و انسان ریختن سو میشد فقط برای خون ریختن کلوه گتن در کار نه هوای هم مثل همون خونش ریختن گناهکاری گفته حس کردگی آدم هیچ وقت خطای پست و بلند و سبک و وزمون گفته جدا نمی کردیم مومن آدم آن هم بخاف میکرده است کدام حالنده که مویا همون خطا کساگه وقت مانده همون خطا ما و دیگه انسان های بهانه کنو مگری این چیز مویا صفحه نمیکرده است یک تا من کساگم نگو همه کساست یک تا من گفت سوگم نگو همه گفت است همون همه بهانه کردن مویا آن روزان صفحه نمیکرده است اگر چشم ما فقط خطا کننده ها فقط اسیان کارا نمیسازد اگری دانیم که پروردگار همین خیلی ما یک منزلت فرستاده است که اطراف مانده فقط آدم های اسیان کار نمایان میشده است اگر چشم ما اسیان کارا ننمد چشم ما فقط انسان های نیک نمد کارهای نیک دیده ما حضور برام اگری خرسان شیم که پروردگار طبقه مویا اولنگی طبقه برداشته است بعضا میگویم ده همه جایا آدم های خائن و گناهکار و زانی و دیگه گناه های شمارده همه خیش برفتگی میگودو داند که وای همون خیلی منزلت انده چشم وای انده فقط آدم های بد نمیساسمی دیمک وای حالی اون منزلت تیپا نبرمده است حالی وای فقط همون قطاری گناهکارانگی طبقه‌گی انسان نبوده است همخی گفته حس کرده که آدم هیچ وقت اطرافشگی انسان ها به صفت بعد صفت نمیده است این هم خوف ایمان ما عمل ها ما از دفتر ما کشتش نشه خوف کردن ما این چیز کم میشد یا پروردگار بشر بیارم یا ایمان گردم یا که یک انسان حقش مونده برفت و حق و انسان ما ندادم و آدم عالم رفت یا که از ما دور شد همون آدم آن روز حساب انده همون دفتر مانگی ثواب دفتر خودش به کوچاندن به از پروردگار و انسان به اذن میشد ما حق و گردر موندمی روزه کرده نتونستمی دانم که یک قسم ثواب ما و انسان میگذرد همین خوفانگی انسان هیچ وقت دیگه انسان های
حقشان با بی‌رعایت به اعتبارشان نمیمونده است. بازم در خوفشان یکوب است که فرزندها ما از ذکر خدا کنده نموند. همین چیز های هم مسجد میرم میگم فلان کار شده مونده، هم تو بینم وقت نماز گذشته است میگیم آن همه چیز از جماعت، از ذکر، عبادت ما دنیا و یا فرزندها ما دیگه چیزها مشغول کردنش، این چیز مصیبت سامش است. این ما ضعیف ما که عبادت کردی حیات یوم دیگه وقت مونده عبادت حیات مونگی دیگه مجبوریت ما مشغول کرده موندنش، این ما ضعیف ما، این ما ایمان ما ضعیفش سامش است. خود نماز میخونم میگم همین کار کرده مشغول شب میمونم، یک دم ببینم که نماز قضا شده است. اگر همین خیل حال مانده باشد دانم که ما دنیا مغلوب کرده است. نیست گفته خدا ما الدا میکنم رهنده تاکسیست باشدم و یون ره به استفاده خونده میگرد گفته اوی میکنم ما همون دهقانم وقتی همون کلنز سوگشنده 5 منت دموستگه وقتشنده همون 4 رکعت اساش خونده میگرد گفته اوی میکنم، همون به گمان نیک میکنم. دیگه صاحب کارهایم همون در کارخانه هاشون فرصتشون میشه گفته اوی میکنم و همین چیز رو میخواهم، لیکن نخواهیدن پروردگار و این انسان در عبادتش در وقتش و این انسان های همین خیل قضاها و تأخیرهای عبادت به سبب میشده است. اگر و این انسان حقیقتا پروردگار به توکل کرد توانه دیگری پروردگار وعده شد استعوذ بالله و من یتوکل الله فهو حسبه و من یتوکل علی الله فهو حسبه. کدام انسان پروردگار به توکل کتوند مکمل پروردگار به تکیه کتوند دیگری فهو حسبه و پروردگار و انسان به کفایه کننده است. هیچ وقت پروردگار بندش اراسات به نیپتاد، هیچ وقت بندش پروردگار کار گناه به کار گناه میبرمگی جا به پاخته نموند یون هواینده درچه راهچه فرصت پروردگار و انسان به داده مونند. فقط ایمانش ضعیفش همون درچه و نیو در کلان نزدیک به و انسان روان نمی‌کنده است. پروردگار نگه دارد. احنف ابن قیس رحمه الله یکی از صحابه‌شان گفتند که این انسان‌ها تابعین تبع تابعین این انسان‌ها حیاتشان اسلام با علم با بخشیدگی انسان‌ها بودگی برای همین 1000 سال گذردم این انسان‌های نامشان از دفترها پشت نشست. هارون الرشید پاشو بودگی بعد پیغمبر ما 1400 سال باز اگر 10 سال 5 سال نکته پاشو گذرد دگری بلکه 150 تا پاشو گذشته است. همون بعض این انسان‌های نامش ماندنش و این انسان‌های البته التقواش بلندش اشاره سمشد. هارون الرشید هم با بعض سخن‌ها با بعض فعل‌هاشون کتی تا روز قیامت نامشون میموندگی انسان‌ها. یکی از همین خیلی انسان‌ها احنف ابن قیس اون کس به سوال شد است که این سوال خود مویم ده بنده که میتوند عملش قبول شگش نشگش خود مویم سوال میتیم گو من نمازم قبول نشد می این خیلی کلام قبول میشد می خیلی کلام قبول نمیشد میگفته شک میکنم کو اصلش بنده عبادتش قبول شدنش نشدنش بنده و قزقش نه چونکه غلام آدم رهبرش همون کار فرماندگاری اجرا کردن میگرد همون گفتگیش با اجرا کردن میگرد
خواه و کردگی عملش رهبرش با فورد خواه نفورد من خیلی فرمید من کسی هم میگیم بنده آدمم پروردگار به عبادتش همین خیلی تصور کنشته که من کسی هم البته به گمان نیکم که پروردگار به همین چیز فارس است اگر نفورد دیگری همین چیز من پروردگار موسوم میکرد من بی بهره میکرد یک نماز قبول کرد است که دویم نماز با من روا دید همین خیلی فکر کرد میشد است بنده همین اندم قلب های همون نوتینجا قلب های خواطر برای تسکین دادن 6 اشاره احنیف ابن قیس از آیات ها از حدیث ها سوی دلیل آورده همین چیز افتادیان ما اینجا فقط همون دلیل همون حالات خشم میگیم با دلیلش میگیم مگری فرصت ما سوننگی موضوع نمیرسد یکم اشاره همون انسان عملش در نزد پروردگار قدردار شدنش خطاهای کردگش از یاد و انسان فراموش نمیشد است یک انسان یک کار خطا نبیند اگری این کار خطا کساست یک وقت منم کرده بودم همون کارش خطا ده گفته همون خطاهای کردگیش فراموش نمیکرده است و دویمش با کارهای نیک کردگیش هر دایم قلبش خرسند میشد است مسجد بیاد خرسند میشد جماعت بیاد خرسند میشد احسان کند خرسند میشد روزه دارد خرسند میشد آن کاری که ثواب های همون وقت اجرای همون کار ثواب و این انسان قلبش خرسند میشد است یعنی عمل های کرسودگی ما قلب ما و رشنایی آورد تا ندگری دمک دانم که ما خرسند ما عمل ما در نزد پروردگار قدرش بوده است مسجد به اومده تسبیح دانده ششته وقت گذشتگیش نفهمیده شنو مگری انشاءالله ما همون طرفمون بوده است مسجد نماز خوانیم ساعت دیده ایله و دیده همون کی وقت میشد من کمی بروم همون مسجد اند 2 آیه درازتر قرآن خوانده شود اگر خسته بروم مگری این چیز که ما عمل ما در نزد پروردگار قدرش نمیده چیز کسی نخود که مسجد اند 2 آیات قرآن شنودن برای ما وزمونه کند یک حدیث بیحد مشهور ای تکرار گفته شودم حالی هم همین چیز با احتیاج ای مومن آدم در مسجد خود مثل ماهی در آب باید مزه کده به حلاوت به حضور میشند منافق آدم در مسجد خود مثل یک پرنده در درون قفس که فرصت شد برام میبرد کدامشون ما نماز خونده بعد نماز همین پروردگار همین عبادت برای رساندگیش به شکر گفته حضور کرده شتیمی یا که درف خسته برفسایمی خیرات خلوشت ادینانگی امروز 10 من درو شده تیسر برو انا پیش سوپرمارکت رنگی مروجنه و تو قفادار بروی نمیرسی گفتگی مقصد ان خسته برو مگری واج خیل میشد این مثال ها بیجیز نوار سیب و سیومش انسان عملش قبول شدنش به اشاره سام میشده است از دنیا و انسان به چه رسد هوا چیز با قناعت میکند از عبادت چه و انسان مناسب کند هوا چیز کم میشمارد به عبادتش سیر نمیشد اگر همین خیل منزلت پروردگار ما و نصیب کنه دگری انشاءالله عمل ما قدر شای خودی سواننگش خودش نیکهاش رس کردگی باین دیگه انسانهای خطاهاش مثل همین رس کرد تانستن باشه دگری دوانتی و انسان انده ساننگی اشاره بده است
عمل نیکی کرده گویا دیگه انسان ها و نشان دهان نخواهیم از سبب ریا شدن. مثل همین دیگه انسان های هم خطاهای کردگیش منمی گفتیم. اگر دیگه انسان های خطاهاش از سبب زبان ما دیگه انسان ها پهن شودگری این عمل ما و فتور میرسانده است. پروردگار نگه دارد. و آخرینش پروردگار کفیل شدگی چیز با هیچ وقت انسان غم نمیخورد است. پروردگار بنده است هیچ وقت کفیل شدگی عمرش رزقش در کجا تولد میشد کجا در عالم میرود. این چیز تقدیره که اینا دیگر کن کرده نمیشه که تقدیره. همین چیز با ما باید پروردگار با استعداد تکیه میکنیم که این با قلب مانده ذره هم این با نارضایی این با دیگه حرکت های بیهوده نمیکردیم. پروردگار نگه دارد. آخر معویزه ماند البته ماها روزها غنیمت بودنش اعتباراً درباره زکات 2 دقیقه صدا میگذارم. بعد ایمان آوردن یک انسان لا اله الا الله محمد رسول الله گفتن و انسان با موندگی فرضها فرض میشد تا آن روزی که و انسان ایمان نآورد و انسان موندگی فرضها و انسان فرض نمیشد. کلمه آورد می مسلمانه و انسان با مسلمانش اعلان کرد می مونگو و انسان اسلامش عیاش اعلان کردگی و انسان با خود نماز فرض بدگی با این بعد این روزه فرض بدگی با این بعد این زکات فرض می شود حج فرض می شود. فقط زکات و حج پروردگار خاص کرد. یعنی کدام انسان به حج فرض می شود آن انسان به که توانایی و خراجت به قوتش باشد رفته آمدنی حج با. یعنی یک آدم اگر پروردگار میداد مثلا حج میشد نمیشد نامعلومه فرصت های علاج های و آدم مبلغ هم هست برای حج برفتن بهانه کرد. من امسال خواندرم که گرم نیرم برآورده گرم انا دخترم انتخاب گرم آینده حج میرم بودگری این چیز پروردگار نبخشیده است. پروردگار انسان حج به قادر کدمی حرکتش میکند دعواگریش میکند که پروردگارا من برای رضاگی تو خانه بیت تو طواف کرده گردن منگی فرض اجرا کردم حرکت کردم خودت قادر کن خودت از ریا دور باشد نصیب کن گفته حرکت میکنیم تا فرصت ما تا نوبت اومدن ما به همون نیت کردیم انشاءالله تأخیر کردیم و شاید گناهکار نشیم. از این پیشنده زکات های زکات مال خود نماز و روزه فرض بدگی با این فرض است. بنده پروردگار نمازش روزش قبول نمی کند اگر انسان زکات به حج به قادر شده ترک کند. بس یک جای قرآن انده همراه نماز زکات آمدگی استعوذ بالله اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة یعنی نماز را قائم کنتان زکات را دیتان شاید که نجات یافتان شاید که گفته همون یک چند وعده های پروردگار برای صاحب نماز و صاحب زکات وعده کردگی. پروردگار اگه انسان با سال رمضان افتادم تکرار میکنم این روزها در زکات دادن احسان کردن قدرش از دیگه روزها 700 برابر زیاد برای هوای نسبت اخلاص اما یکی دو یکمو از 70 تا 700 گرم مگری این زکات فرض بدگیش دانسته این در رمضان دادن امویا ثوابش بلند بدنش با فقط ماه رمضان تفسیر میکنم. اصلاش سوداگرها خداهاشون با همون بعد همون سوداهاشون کن یکون شدنش حساب کتاب کنم میشد لیکن همون حساب کتابشون رمضان اند کردنشون تفسیر میتیم که 1000 داده زیادش با ثواب گتن و انسان ها نصیب کند گفته مقصد انده یعنی حاضر وقت انده
یک آدم 27 میلیون 200 هزار و انسان انده ایلما مبلغش باشد، یعنی ابرادر آدم سوداگر آدم 27 میلیون 200 تا پولش ایمی و آدم در نزد اسلام انده با حساب میشد و آدم باید حسابش خودش کند. اگر خودش نتواند اگر یک حسابچی نغزه حساب کرده تا همین روزه حسابو چنتای من و ملک سودانگی من انده چقدر پول های حساب کرده از 41 در راه خدا محتاج انسان ها و دادن برای مومن آدم فرض میشد. ممکن یک آدم 1 میلیون تیاد، ممکن 700,000 تیاد، ممکن 500,000 تیاد. اشیاء بینیا همین سکده تیپش $100,000 پول دار آدم $2,000 دادنش فرض میشد. نتیاد موندگی 98,000 با خوش کده این پولم حلال حساب نمیشد. زکات مالش از حرام می آزاد میکردگی شرط میشد. نتیجه مگر عمل های کردگی ما در نزد پروردگار ذره هم قدرش نمیموند. من خاص مبلغ با لایق کردم و نداده گفته پروردگار حسابش میپرسد. برای همین برادرها اولا این خیر کسب کرده یک انسان با مروت کردن مبارک باد. اگر باشد و نتیجه‌گری پروردگار شاهد، ما شاهدیم روز قیامت نهادگیتون با اطرافانگاهتون حقش خودگیتون با پروردگار شما به نظر نیک نظر نمیکند. من شب روز حرکت کرده میوامو یک آدمی دنگوسه و 1 میلیون پول ما دادم، من به ضرور نیک گفته که آدم نعوذ بالله ایمانش نو کند، زنش از نو نکاح خواند، دیگه کار گردنشنگی فرض‌های از دیگه اجرا کند. من به ضرور نگفته که آدم، من به فرض نگفته که آدم سا میشد. من نمیتونم گفته که آدم این کار فرض سا میشد. برای همین باید برادرها این طرف دیگه‌مش نخوانیم و طرف نیکش خوانده همین چیزا تیم میگه تا سال دیگه پروردگار مال من نگه می‌داشته است، تا سال دیگه پروردگار کفیل بوده است مال ملک ما زیاده شدنش به موندگی پول ما حلال میشده است. گفتگی مقصد انده شما رسانم. البته امروز روزی سید الایام انده 25 روزی رمضان انداشتیم. خدا خواهد فردا روزی شنبه 26 روز رمضان انده مسجد مانده خارکم عرض به خارکم 25 روز باز هر روز یک بار یک نیم بار خوانده ختم قرآن کسایم. فردا خدا خواهد ختمانش. این شنیدن قرآن، خواندن قرآن انده وعده ها بسیار است، قلب ها حضور میگیرد. بعد همون ختم قرآن دعا میشد، دعا میکنیم همه خودمون با جماعت دعا کرده شدن اولا، لیکن همه ما پروردگار با میگفتگی تظاهرهم های ما بین ما پروردگاران مونده برفتگی خطاها های، از همون خطاهایی که حال پروردگار انرق میدانیم که همون چیز ما استفاده نگفتگی دعاهم های برای همون دعاهاش همون برای همون پروردگار بخشیدنش آمده ختم آخرین با اشتراک کرده. بعد نماز بعد همون ختم دعا کنیم شاید که پروردگار سالنگی رمضان ها رساند. خود پرنگی با این در خانه نی بازم در جماعت کدی تراویح خواندن و بازم جمعه های با جماعت خواندن پروردگار نصیب کنه دعا میکردیم. سالنگی آخرین اعلان ما درباره فطر روزه میشد. فطر روزه سال جمعه گفته سال رمضان گفته بودم، یعنی فطر روزه یک خیل نمیشد. از سبب جمعیت خلق کم بغل بودنش فقط 2 کیلو گندم گفته همون هم تیاد معقول گفته با مقصد نیکتی 2 کیلو گندم گفته اومدگی. اصلش همه عالم ها میدونن، همه میگفت 2 کیلو گندم 2 کیلو خرما 4 کیلو
مایز هیچ نه 4 کیلو جو گفته اعلان کرده میشد. ما همون چیزا این پسش من نیو همتمون بلند کنم 2 کیلو خرما تیم 4 کیلو مایز پلش تیم هیچ نه من آن درجه اند ضعیف نیم بیا من 4 کیلو جو تیم 15000 تیم گویم همت من بلندتر میدونم بیا من 50000 2 کیلو خرما 50000 باشته گری من 4 تا بچه باشد من 20000 میتونم گفته یک همت ما بلند کنم. اگر انو زکات میدادگی زکاتش بلند انسان ها به 6000 کتی کفایه نکنتون شما تون نگری 4 کیلو مایز پرشتید کی پروردگارا همون دادگی نعمت ما و شاید که همین چیز شکر شود. پروردگار همه انسان های عمل هاشون به درگاهش قبول کند. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اله آمین. پروردگارا این سید الایام تند دعا میکنیم دهی مغفرت تند دعا میکنیم پروردگارا ما یا مغفرت کنی دعاها ما اجابت کنی دعاها ما از دعاهای مقبول بگردانی پروردگارا قلبان رو بدهی نیت ها یا پروردگار جامعه عمل بشنانی این مسجد آبادانش به خدمت کردگی انسان هایم پروردگار و انسان هایم روز قیامت اند قطار انسان های مسجد آباد کردگی جمع کردن خواهد نصیب بدار کنیم. خداهاشون با دیگه اشیاءهاشون کربچه گلیم کتی سیر کرده همین تیپ همین نماز خونن گفتگی ضعیف ها بودن پروردگارا و انسان هایم نیتشون پروردگار جامع عمل بشنانی و صلی الله خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.